قضیه بدخشان با سرعت جانب یک خشونت می رود. مقامات سرکرده های گروه های جنایی را مشخص کردند و دعوا دارند هنوز سلاح زیاد در دست آنها باقی مانده است. متهمان باشند میگویند مقامات دولتی علیه آنها تهمت میزنند و بدون دلیل آنها را سیاه میکنند. سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی ضمن گزارشش از وضع بدخشان دعوا کرد گروه های جنایی هنوز تنها 10-15% سلاح‌هایشان را سپردند. اینا 10% 15% را سپرده هستند در خشونت. از این شماره 170 180 10-15%. حاضرم که ما با شما روبرو صحبت کرده ایستادیم. طلبی صفات آن هستیم تا آخر سپرند. تا یک دانه تیر سپرند. این یک دانه تیر 1% مکعب 1 کیلومتر اونها رو محافظت نمیتونند محافظت کردن. از همین قدرت دست کشند باشد که اگر از همین عراق سپرند دست کشند مقابل اینها یگان نمود عملیات گذرانده نمیشه. نمیسپرند. ادامه به جنایتکاری. عاقبتش طبق قانون است. رهبر کمیته دولتی امنیت ملی گفت که در بدخشان 6 گروه جنایتی موجود است که زیر نظارت کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی قرار دارد. این 6 گروه رهبر دارند، تأمینگر دارند، محافظ دارند، اجرا کننده عمل جنایتی دارند، تقسیم کننده یارق اسلحه دارند. در خانه های سرکردگان گروه های متشکل طرفخانه و جاهای معین جمع شوند با یکدیگر طرز های گوناگونی علاقه معین کردگی هستند. سپارش های جنایتکارانه میگیرند پی اجرای آنان میشوند. یتیموف از آنها نام نگرفت ولی مرکز مطبوعاتی ستاد مشترک بین صحوی 5 نفر را سرکرده های گروه های جنایی در بدخشان خواند. اینها عبارتند از ایامبکوف طالب عبدالرحمانویچ، محمد باقیروف محمد باقیر کرمالیشایویچ، محمد اسلاموف یادگار شاموسلمویچ، مزاروف خورسند میرزاحیاتویچ، شنبیف منور نوروزبیکویچ. رهبر کمیته دولتی امنیت ملی این 5 نفر را در به تهلکه انداختن مردم بدخشان گناهکار دانست و اعتراف کرد که خودش رهبر ستاد عملیات در بدخشان است. اون که ما آرام ساخت تا 15 تا دیروز آرام ساخت نسبتاً این سپردن یارقو اسلحه بود. اینها مردم فاروق را به تهلکه انداختند. حاضر عملیات می شود. انا عملیات می شود. ما پیشتر تا وقتی 3 روز 4 یا هفته ماندگی بود ما با طور رسمی اعلام کردیم و در حضور محترم پروکورور جنرالی و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی همچون سردار ستاد صلاحیت داده شد که مسئله گذراندن عملیات ضد گروه موسیقی جنایتی و دوست رئیس کمیته دولتی امنیت ملی گذاشته می شود. گذراندن ساعت چند، کی و مقابل کی. و چندین بار تاکید کردند که ما قواهای مسلح کمیته دولتی امنیت ملی و قواهای داخلی هرگز در یگان حالت و مقابل مردم آسایشته یگان نمود سلاح یگان نمود تهدید ایجاد نمیکنیم. وظیفه جانی ما همین هست و مقابل ساکنان بسیار ارجمند شهر فاروق دیگر نایه ها یگان خیل عملیات گذرانده نمی شود. لیکن در زیر نشانی کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی تمام گروه موسیقی جنایتی که 6 این گروه نام به نام هستند هست. یتیموف دعوا کرد از شمار و نمودهای سلاح که این گروه ها دارند اطلاع دارد. در حوالی آنها چند نفر
با عراق ایستاده گیرند. نوعهای یراقی چون از کدام عبارت است؟ ما ذخیره تیرهاشون هم میدونیم. شبها در کدام بلاخانه پولمت کلاشنیکوف، در کدام маршрут гранатомет گرفتگن، کی разведчикاشون در کجا کار میکنن، همش میدونیم. اما 5 متهمی که مقامات سرکرده‌های گروه‌های جنایی می‌خوانند، این همه را تهمت می‌دانند. آنها از زمانی که رئیس جمهور به خاروق آمد و دعوا کرد بدخشان را چند گروه جنایی اداره می‌کند، اعلان همکاری با مقامات را کردند. صبح 22 اکتبر آنها به اداره دادستانی ولایت بدخشان حاضر شده‌اند تا بفهمند با چه دلیل مقامات آنها را به این جنایت‌ها متهم می‌کنند. سیمومین یتیموف ضمن برآمدش گفت هیچ عملیات علیه ساکنان آسایشته برگزار نخواهد شد. اما از سخنان اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان برمی آید که نظامیان و امنیتی ها آمادگی بزرگ برای عملیات دارند. من میدانم که از او چردک، از او تیرزه‌ای که یک تیر طرف قوه های مسلح حکومت بیاید جواباً چی می رود؟ دیگر از او چاریاشانه و نهاشانه و دهاشانه نشانه نمیماند. بعد بیاریم مثل سوریه پلت مانیم و هزارها نفر را در عذاب مانیم. اظهار داشته است یادگار فیضوف. در همین حال به دست پیام معلومات دیگری رسیده است که از آمادگی تمام عیار حکومت برای عملیات نظامی در بدخشان درک می دهد. در ناحیه وخش این ولایت یک گروه 400 نفره اعزام شده است. به گروه از 200 نفر عضو گروه مخصوصی پلیس که در غرب آماده شده اند و در چند عملیات شرکت کرده اند شاملند. همچنین سابق جنگیان فرانت خلقی جلب شده اند. به هر 10 نفر یک جنگی فرانت خلقی رهبر تعیین گردیده است. کمیته دولتی امنیت ملی از وادی یزغلام تا خاروق 6 پستگاه مخصوص گذاشته است. همچنین طبق اطلاع منبع پیام 5 لیدری بدخشان گفته اند اگر مشکل در آنها باشد آماده اند تسلیم شوند تا عملیات حربی صورت نگیرد. اما کمیته دولتی امنیت ملی به آنها پیشنهاد کرده است توسط دالان مخصوص از تاجیکستان خارج شوند. سبب این پیشنهاد معلوم نیست اما این 5 نفر در جستجوی اینترپول قرار دارند.